سلام. کمپ ترک اعتیاد حامید تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان خوزستان در شهرستان ایزه افتتاح شد. سلام. این مرکز با ظرفیت بستری 30 بیمار آماده خدمت است. در این مرکز خدمات مشاوره فردی، ویزیت پزشک عمومی، مشاوره گروهی و برگزاری جلسات NA انجام می‌شود. در اینجا رعایت بهداشت فردی، احترام متقابل از اصول اصلی میباشد. در نتیجه هدف ما خدمت و کمک به بیماران در حال بهبودی است. ترک اعتیاد یک انتخاب است، نه اجبار. انتخاب درست را در مرکز ترک اعتیاد حامید تجربه کنید.